سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم که باز هم راجع به سوگ صحبت کنیم. منتها این بار نه راجع به سوگ خودمون، بلکه سوگ عزیزمون. همیشه برای ما سواله دیگه که وقتی عزیزم عزیزش رو بر اثر مرگ از دست داده، چطور دلداریش بدم؟ چطور کمکش کنم وقتی الان انقدر به من نیاز داره؟ میخوایم به این سوال جواب بدیم. اولین نکته اینه که بهش نگیم گریه نکن، آروم باش. اینا اتفاقا فرد رو سوق میدن به سمت اینکه انکار کنه، احساساتش رو سرکوب کنه و سوگش پیچیده میشه اون موقع، در حالی که سوگ طبیعی رو میشه رد شد ازش و چند ماه بعد حالت بهتر بشه، ولی سوگ پیچیده تا سالها در وجود ما میمونه و فقط به واسطه روانشناس و درمان عمیقه که میتونه خوب بشه. پس در کل ما باید کمک کنیم اون تخلیه هیجانی اتفاق بیفته و گریه بکنه. حالا چجوری؟ مثلا اینکه ازش سوال بکنید. بگید که مراسم چطور بود؟ وقتی این خبر رو شنیدی کجا بودی؟ چجوری فوت شد؟ اولین باری که احساس کردی مریضه و ممکنه فوت کنه چه احساسی داشتی؟ چه فکرایی میکردی؟ اینا کمک میکنه هم فرد گریه بکنه، همون احساساتش رو بیان کنه که از جسم و روانش خارج بشن. مورد بعدی اینه که کمک کنید بره سر مزار و توی مراسم ها شرکت بکنه. من یادم قبل اینکه روانشناسی بخونم همیشه میگفتم این مراسم ها چیه آخه؟ چرا اصلا هستن؟ ولی وقتی این رشته رو خوندم فهمیدم که اتفاقا این مراسم ها چقدر کمک میکنن فرد خودش رو پیدا بکنه، اون تخلیه هیجانی اتفاق بیفته و کاملا هضم کنه و با واقعیت روبرو بشه که چه اتفاقی افتاده و من دارم چه سوگی رو میگذرونم. پس اگر فرد داره انکار میکنه، تو شوکه، نمیخواد تو مراسم ها شرکت بکنه یا سر مزار نمیره، باید تشویقش کنیم این کار رو انجام بده. مورد بعدی اینه که باهاش همدلی کنیم. به جای اینکه بگیم گریه نکن، مثلا اون ناراحت میشه گریه کنی ها، خدا نمیبخشته تا، نه، به جای اینا بگیم سخته، درک میکنم، مثلا خودم رو میذارم جات، حالم بد میشه، چقدر بهت سخت داره میگذره. دقیقاً کاری که ما توی اتاق درمان هم اصلی ترین کار ماست و انجام میدیم. مورد بعدی اینه که تشویق کنید به مراجعه به روانشناس، چون روانشناس بهتر از افراد دیگه کمک میکنه اون تخلیه هیجانی اتفاق بیفته، ریشه اون احساسات غم، اضطراب یا خشمی که وجود داره رو پیدا میکنه و عمیقاً کمک میکنه که اون سوگه رد بشه و بگذره و با واقعیت فرد مواجه بشه. مورد بعدی اینه که کم کم که زمان گذشت کمک کنید به زندگی عادیش برگرده. حالا چجوری؟ مثلا اگر 1 ماه 2 ماه با دوستانش رفت و آمد نمی‌کنه، 1 ساعت بره پیش دوستانش، 1 ساعت بشینه درس بخونه، 1 ساعت بره باشگاه. حالا من مثال 1 ساعت رو میزنم، ممکنه شما نیم ساعت تعیین کنید، 5 ساعت تعیین کنید، ولی اینکه کم کم برگرده به زندگی عادیش و فعالیت‌هایی که قبلاً بهش حس لذت میدادن. و این باید کم کم بشه، برای اینکه اگه یکهو این اتفاق بیفته ممکنه حالش بد بشه و احساس عذاب وجدان بگیره که مثلا من چرا حالم داره خوب میشه، چرا دارم به زندگی عادی برمیگردم. پس کم کم کمک کنید بره سر کار، بره درسشو بخونه، بره باشگاه، بره کلاسهاش، هر کاری که قبلا میکرده. مورد بعدی اینه که میدونم سخت عزیزمون رو در این شرایط بد ببینیم، ولی باید بپذیریم که 1 مدت حالش بد خواهد بود و این طبیعیه. انتظار نداشته باشیم که زود سر پا بشه، بیاد زندگی عادیشو بکنه، گریه نکنه. اینا همشون طبیعیه و 1 مدت باید تحمل کنیم و صبوری به خرج بدیم، هم خودمون هم فرد سوگوار. مورد بعدی اینه که تشویقش کنید به نوشتن. من همیشه تو ویدیوهام به نوشتن تاکید میکنم دیگه. فرد اگر بنویسه، مثلا به فرد از دست داده نامه بنویسه
و به خودش نامه بنویسه، به خدا نامه بنویسه، اون تخلیه هیجانی اتفاق میفته و احساسات دوباره از بدنش خارج میشن. مورد آخر هم اینه که بعد از اینکه زمان گذشت و کم کم فرد به حالت عادیش برگشت، یادگاری ها و عکس ها باید گلچین بشن. یعنی یک سری از اونایی که خاطرات خیلی قشنگی دارن و برای فرد با ارزشن نگهداری بشن، روی مثلا تاقچه بذاره، عکسو بزنه روی دیوار، ولی بقیهشون برداشته بشن، گذاشته بشن مثلا تو انباری، مثل لباس ها، مثل عکس ها. ولی خب چند تا که برای فرد عزیزن حتما باید باشن. ما نمیخوایم اون فرد از دست رفته رو به کل از ذهنش پاک کنیم. این مثل سوگ عاطفی نیست، ولی این مواردی که گفتم کمک میکنه فرد سوگ رو راحت‌تر طی بکنه و وقتی هم طی کرد بتونه برگرده به زندگی عادیش. ممنون که ویدیو رو دیدید. خیلی ممنون. خدا.